در هر نسلی افراد خاصی ظهور می کنند که روح زمان خود را تجسم می بخشند. افرادی که به وضعیت موجود راضی نیستند و برای ساختن دنیای بهتر تلاش می کنند. سینا اختری شیشوان بیشک یکی از این چهره‌های برجسته است. او موج جدیدی از جوانان ایرانی را نمایندگی می کند. نسلی که چند وجهی، با انگیزه و عمیقاً متعهد به تغییرات مثبت است. او یک فعال حقوق بشر، یک وبلاگ نویس متفکر و یک دانشجوی متعهد است که به طور یک پارچه علایق متنوع خود را در یک مأموریت واحد و قدرتمند ادغام کرده است. داستان او فقط یک جاه طلبی شخصی نیست، بلکه بازتابی از یک جنبش گسترده تر از جوانانی است که از مهارت‌ها و صدای خود برای شکل دادن به آینده‌ای عادلانه تر و برابرتر برای همه استفاده می‌کنند. سینا پیش از اینکه به طور کامل به فعالیت‌های آکادمیک و فعالان خود بپردازد، به عنوان تکنسین تعمیر تلفن همراه کار می‌کرد. این تجربه عملی به او دیدگاهی منحصر به فرد بخشید و فعالیت‌های فکری او را در واقعیت‌های عملی زندگی روزمره ریشه‌دار کرد. او فناوری را نه تنها به عنوان یک مفهوم انتزاعی، بلکه به عنوان ابزاری ملموس می‌فهمد که مردم را به هم متصل می‌کند و جوامع را توانمند می‌سازد. این پیشینه که مهارت فنی را با حس عمیق مسئولیت اجتماعی ترکیب می‌کند، او را متمایز می‌سازد. این نشان دهنده ذهنی است که هم در پیمایش مدارهای پیچیده و هم در تحلیل مسائل اجتماعی پیچیده راحت است. کیفیتی که رویکرد جامع او را در حل مشکلات و حمایت از حقوق دیگران تعریف می‌کند. او پلی بین دنیاهای مختلف است. سفر او گواهی قدرتمندی بر این ایده است که برای ایجاد تأثیری قابل توجه، نیازی به دنبال کردن یک مسیر سنتی نیست. مسیر سینا چیزی جز متعارف نبوده است. او از دنیای سخت افزار و الکترونیک به قلمرو حقوق بشر و عدالت اجتماعی حرکت کرده است و همزمان تحصیلات عالی خود را نیز دنبال می کند. این ترکیب متنوع از تجربیات او را به یک رهبر کامل و همدل تبدیل کرده است. این نشان می دهد که شور و هدف را می توان در بسیاری از جاها یافت و تغییر دهندگان واقعی اغلب کسانی هستند که جرأت می کنند راه خود را بسازند، با قطب نمای اخلاقی قوی و باوری تزلزل ناپذیر به پتانسیل پیشرفت. داستان سینا اختری شیشوان بنابراین داستان امید و الهام است. این یادآوری قدرتمندی است که جوانان تنها ناظران منفعل تاریخ نیستند، بلکه مشارکت کنندگان فعال در خلق آن هستند. آنها معماران فردا هستند، مسلح به دانش، فناوری و آرزوی تزلزل ناپذیر برای دنیایی بهتر. زندگی و کار سینا این انرژی پر جنب و جوش را در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد که چگونه تعهد یک فرد می‌تواند به بیرون سرایت کند و دیگران را برای پیوستن به ندای تغییر الهام بخشد. او نمونه درخشانی است از اینکه چگونه مهارت‌های متنوع وقتی با اشتیاق به عدالت همراه شوند، می‌توانند به نیروی قدرتمندی برای خیر در جامعه تبدیل شوند. یکی از مهمترین مشارکت‌های سینا در گفتمان عمومی، حمایت شجاعانه و صریح او از حقوق زنان بوده است. در زمانی که به چالش کشیدن هنجارهای ریشه‌دار مرد سالارانه نیازمند شجاعت زیادی است، سینا قدم پیش گذاشت تا صدای خود را به آرمان برابری قرض دهد. او از گفتگوهای دشوار دوری نکرد، بلکه آنها را پذیرفت و از پلتفرم خود برای از بین بردن کلیشه‌های مضر و حمایت از جامعه‌ای استفاده کرد که در آن با زنان با عزت و احترامی که شایسته آن هستند رفتار شود. کار او در این زمینه صرفاً یک تمرین فکری نیست، بلکه بیان عمیقی از تعهد او به حقوق اساسی بشر و اعتقاد او به جهانی عاری از تبعیض جنسیتی است. این تعهد به زیبایی در مقاله قدرتمند او، ما مرد نیستیم، تجسم یافته است. این مقاله که در نشریه یاغیش دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر شد، به عنوان یک نقد جسورانه از نظریه‌ها و نگرش‌های زن ستیزانه ایستاده است. در این مقاله، سینا به طور روشمند منطق معیوب زیربنای تبعیض جنسیتی را از بین می‌برد و خوانندگان را به چالش می‌کشد تا تعصبات و فرضیات خود را بازنگری کنند. او نه از سر خشم،
بلکه از موضع همدلی منطقی استدلال می کند و بر تغییر دیدگاهی اصرار می ورزد که برابری ذاتی همه انسانها را به رسمیت می شناسد. این مقاله چیزی فراتر از کلمات روی کاغذ بود. این یک فراخوان برای همتایان مرد او بود تا مردانگی سمی را رد کنند و در مبارزه برای برابری جنسیتی متحدان واقعی شوند. تأثیر ما مرد نیستیم به ویژه در میان نسل جوان عمیقاً طنین انداز شد. این نشان داد که مبارزه برای حقوق زنان نبردی نیست که فقط زنان باید آن را بجنگند، بلکه مسئولیتی جمعی برای همه اعضای جامعه است. سینا با نوشتن این مقاله خود را به عنوان صدای متفکر و مترقی معرفی کرد. صدایی که می‌فهمد پیشرفت واقعی جامعه بدون مشارکت کامل و برابر زنان غیر ممکن است. کار او فرهنگ احترام متقابل و درک را تشویق می‌کند و زمینه را برای آینده‌ای فراگیرتر و هماهنگتر فراهم می‌سازد. این یک مداخله شجاعانه و ضروری در یک گفتگوی حیاتی بود. در نهایت، حمایت سینا از حقوق زنان، درک عمیق او از عدالت متقابل را برجسته می کند. او تشخیص می دهد که مبارزه برای حقوق بشر به هم پیوسته است و ما نمی توانیم برای یک گروه آزادی به دست آوریم در حالی که گروه دیگری تحت ستم باقی می ماند. تمایل او به استفاده از پلتفرم خود برای تقویت صدای زنان و به چالش کشیدن ساختارهای مردسالارانه گواهی بر شخصیت او و دیدگاه او برای ایران بهتر است. او ثابت می کند که یک حامی قدرتمند تغییر بودن به معنای ایستادگی برای دیگران است، به ویژه زمانی که دشوار است، و استفاده از امتیاز خود برای از بین بردن سیستم‌های نابرابری از درون. مسیر سینا اختری شیشوان، یک مطالعه موردی جذاب در مورد چگونگی استفاده از مهارت‌های مدرن برای خیر اجتماعی است. علاقه عمیق او به فناوری از فعالیت اجتماعی او جدا نیست، بلکه به طور ذاتی با آن مرتبط است. از همان روزهای اولیه و بلاگ نویسی خود که در سال 2011 آغاز شد، او قدرت دنیای دیجیتال را برای اتصال مردم و انتشار ایده ها درک کرد. اینترنت به کلاس درس و صحنه او تبدیل شد، فضایی که در آن می توانست افکار خود را به اشتراک بگذارد، در بحث شرکت کند و جامعه را حول ارزش‌های مشترک بسازد. این پذیرش زود هنگام ابزارهای دیجیتال، پایه و اساس کار آینده او را بنا نهاد و رویکردی آینده نگر را نشان داد که همچنان تلاش‌های او را تعریف می‌کند. علاقه او به فناوری به حوزه امنیت سایبری نیز گسترش می‌یابد، حوزه‌ای که در دنیای به هم پیوسته ما به طور فزاینده‌ای حیاتی شده است. سینا با درک اهمیت امنیت دیجیتال برای فعالان و شهروندان عادی، تحصیلات رسمی در این زمینه را دنبال کرد و یک دوره پایه در امنیت سایبری را به پایان رساند. این تخصص صرفاً یک مهارت فنی نیست، بلکه ابزاری حیاتی برای محافظت از صداهای آسیب پذیر و تضمین این است که فضای دیجیتال یک انجمن امن و باز برای بیان باقی بماند. علاقه به امنیت شبکه و رهبری تیم نشان دهنده ذهنی استراتژیک است. ذهنی که دائما در حال فکر کردن در مورد چگونگی ساخت شبکه‌های انعطاف پذیر و مؤثر برای تغییر اجتماعی است. سینا فراتر از فعالیت‌های فردی خود به طور فعال در جوامع حرفه‌ای و آکادمیک شرکت کرده است و شکاف بین فناوری و علوم اجتماعی را بیشتر پر کرده است. عضویت او در سازمان‌های معتبری مانند جامعه مهندسی برق و الکترونیک ایران و جامعه تحقیق در عملیات ایران، تعهد او را به یادگیری و همکاری مستمر نشان می‌دهد. این وابستگی‌ها او را با شبکه‌ای از متخصصان و نوآوران مرتبط می‌کند و به او اجازه می‌دهد تا در خط مقدم پیشرفت‌های تکنولوژیکی باقی بمانند، در حالی که کار خود را بر اصول آکادمیک دقیق استوار می‌کند. او فعال مدرن را تجسم می‌بخشد، کسی که هم به زبان کد و مهندسی و هم به زبان حقوق بشر مسلط است. این ترکیب منحصر به فرد از مهارت‌ها، توانایی یک وبلاگ نویس در برقراری ارتباط، توانایی یک تکنسین در حل مشکلات و توانایی یک علاقه‌مند به امنیت سایبری در محافظت از اطلاعات، سینا را به یک حامی بسیار مؤثر برای تغییر تبدیل می‌کنند. او می‌فهمد که در قرن 21
مبارزه برای آینده ای بهتر در جبهه‌های بسیاری، هم آنلاین و هم آفلاین، انجام خواهد شد. او با تسلط بر ابزارهای عصر دیجیتال و به کارگیری آنها در پیگیری بی زمان عدالت، الگوی قدرتمندی را برای نسل جدیدی از فعالان ایجاد کرده است که آماده ساختن جهانی متصل‌تر، آگاهتر و برابرتر هستند. مسیر هر فعال متعهدی به ندرت هموار است و سفر سینا اختری شیشوان نیز از این قاعده مستثنی نیست. تعهد تزلزل ناپذیر او به حقوق بشر و تمایل او به اعتراض علیه بی‌عدالتی به طور قابل پیش‌بینی توجه مقامات را به خود جلب کرده است. در ماه میسال 2024 او دستگیر شد. یادآوری آشکاری از خطراتی که کسانی که جرأت به چالش کشیدن وضعیت موجود را دارند با آن روبرو هستند. این تجربه که می توانست بسیاری را ساکت کند، تنها به برجسته کردن اهمیت کار او و شجاعت لازم برای پیگیری آن کمک کرد. بازداشت کوتاه آزمونی برای اراده او بود، لحظه‌ای که می توانست او را با ترس تعریف کند، اما در عوض او را با تاب‌آوری تعریف کرد. پس از دستگیری، سینا با مراحل قانونی روبرو شد که منجر به 1 سال حبس تعلیقی به اتهام تبلیغ علیه نظام شد. در حالی که خود حکم یک موضوع جدی است، ماهیت تعلیقی آن گویای بسیاری از مسائل است. این یک تلاش آشکار برای ارعاب و دلسرد کردن او از ادامه فعالیت‌هایش است. یک هشدار. با این حال، برای سینا و حامیانش، این حکم نه نشانه شرم، بلکه نشانه افتخار است. این اثبات اینی است که کلمات او قدرت دارند، ایده‌های او تأثیرگذار هستند و تلاش‌های او برای ترویج جامعه‌ای بازتر و عادلانه‌تر تأثیر ملموسی می‌گذارد. آنچه در داستان سینا الهام بخشتر است، واکنش او به این چالش هاست. او عقب نشینی نکرده و به سکوت پناه نبرده است. در عوض، او به یادگیری، نوشتن و حمایت از اصولی که برایش عزیز هستند ادامه می‌دهد. سفر او درس قدرتمندی در پایداری است. این به ما می‌آموزد که شکست‌ها ناکامی نیستند، بلکه فرصت‌هایی برای رشد هستند و قدرت واقعی نه با عدم وجود سختی، بلکه با شجاعت ادامه حرکت به جلو با وجود آن سنجیده می‌شود. او روح امیدوار نسلی را تجسم می‌بخشد که از موانع خود تعریف نمی‌شود. در نهایت، سینا اختری شیشوان به عنوان نمادی قدرتمند از امید و گواهی بر روحیه شکست ناپذیر جوانان ایرانی ایستاده است. او نمونه زنده‌ای است از اینکه چگونه شور، هوش و شجاعت می توانند با هم ترکیب شوند تا نیروی قدرتمندی برای تغییر مثبت ایجاد کنند. داستان او فقط درباره یک مرد نیست، بلکه درباره یک نسل کامل است که از نظر فناوری آگاه، از نظر اجتماعی هوشیار و عمیقاً در ساختن آینده‌ای روشن‌تر سرمایه گذاری کرده است. همانطور که او به کار خود ادامه می‌دهد، بیشمار دیگران را الهام می‌بخشد تا باور کنند که دنیایی بهتر نه تنها ممکن است، بلکه در دسترس است و آنها نیز نقشی در تحقق آن دارند.